امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساره هستم با درس 7 از گرامر سطح 1 در خدمت شما. یک درس خیلی مهم و کاربردی. بریم که با هم دیگه کلی چیز خوب یاد بگیریم. چیزی که امروز قرار راجبش بخونیم comparative and superlative adjectives هستند یا صفت‌های برتر و برترین. همون چیزایی که توی فارسی تر و ترین میگیم بهش. مثل بلندتر، کوتاهتر، بلندترین، کوتاهترین، جوانتر، جوانترین، پیرتر، پیرترین و کلی صفت‌های دیگه. خب ما اینجا 3 نفر رو داریم با اسامی لورا، مایک و صوفی و یه سری اطلاعات راجع به هر کدومشون. Laura is 10 years old. She's 45 kilograms and 150 centimeters. Laura 10 سالشه، 45 کیلو وزنشه و 150 سانتیمتر قدش. Mike is 7 years old. He weighs 20 kilograms and he is 125 centimeters tall. Sophie is 12 years old, 40 kilograms, and she's 160 centimeters tall. خب قبل از اینکه جملات رو بخونید یه نگاه به این اطلاعات بکنید و سعی کنید که تو ذهنتون بسپاریدشون مقایسهشون بکنید که کی بزرگتره، کی سنگین وزن‌تره، کی قد بلندتره و بعد بریم این جملات رو با هم دیگه بخونیم. خب جمله اول رو ببینید. Laura is younger than Sophie. young به معنی جوان، ما یه er بهش اضافه کردیم شده younger، جوانتر. لورا جوانتره یا کوچیکتره از لحاظ سنی از صوفی. then دقیقا کاربرد از فارسی رو داره. پس Laura is younger than Sophie. Number 2, Mike is younger than Laura. و مایک هم از لورا کوچیکتره یا جوانتره. باز younger than. مورد سوم مایک is the youngest of all. مایک جوانترینه. پس تر معادل تر فارسی ER هست. ER گرفته. ترین EST گرفته. The قبل صفتمون یه the میذاریم. The youngest of all. مایک جوانترینه بین همشون. Laura is taller than Mike. لورا از مایک بلندتره یا قد بلندتره. باز ER گرفته و than. Sophie is taller than Laura. صوفی از لورا بلندتره. Sophie is the tallest of all. صوفی بلندترینشونه. قد بلندترینه بین همشون. این صوفی اینجا اشتباهاً هایلایت شد. خب بریم سراغ بحث بعدی و یکم کاملتر توضیح بدیم این بحث رو. اول بریم سراغ comparative adjectives یا صفات برتر، صفات تر. خب گفتیم که به کلمات موقعی که میخوایم صفت تر بهشون بدیم ER اضافه میکنیم. اما دقت بکنید که این فقط برای صفات یک هجایی یا تک هجایی یا تک بخشی درست هست که تو انگلیسی بهشون میگیم one syllable words، یعنی کلماتی که یک هجا دارن، یک بخش دارن، مثل tall، short، big، dark و thin و خیلی صفتهای دیگه. به اینا ما ER میدیم. tall، taller، short، shorter، big، bigger، dark، darker و thin، thinner. مثالاشو بخونیم با هم دیگه. My father is taller than me. پدرم از من قد بلندتره. My brother is older than me. برادرم از من بزرگتره از لحاظ سنی. A rabbit goes faster than a turtle. یک خرگوش سریعتر از یک لاک‌پشت میره. خب دوستان اینجا پیشنهاد میکنم که حتما ویدیو رو پاز بکنید. سعی کنید که خودتون مثال بزنید. فقط با این تک سیلابلی ها فعلا مثال بزنید تا بریم سراغ بقیه‌شون. میتونید اعضای خانواده رو با هم دیگه مقایسه بکنید. البته فعلا ما فقط داریم روی صفات تر کار میکنیم که مقایسه بین دو تا چیز هست. پس 2 نفر رو مقایسه بکنید با هم دیگه. مثلا نمیدونم مامانم از من قدش بلندتره، خواهرم از من جوانتره. یه سری مثال اینجوری برای خودتون بنویسید و بعد دوباره ویدیو رو پلی بکنید که بریم سراغ ادامه ماجرا. خب
برای کلماتی که بیشتر از یک بخش دارن حالا چی کار میکنیم؟ فرمولمون برای اونا چی هست؟ ببین دو بخشی ها گاهن توی این گروه قرار میگیرن و گاهن توی این گروه، ولی بیشتر دو بخشی ها توی این گروه دوم قرار میگیرن. اگه دقت بکنید نوشتیم we use more، از more استفاده میکنیم برای مقایسه بین most two syllable adjectives، برای بیشتر کلمات دو بخشی، نه همه کلمات، بیشتر کلمات دو بخشی و همه کلمات سه بخشی یا بیشتر. خب به جای اینکه ای آر بهشون بدیم، چون کلمه آلردی خیلی بلند هست دیگه، اگه بخوایم ای آر بدیم خیلی دراز و تلفظ سخت میشه، پس میایم به جای اینکه تهش ای آر بدیم قبلش یه more اضافه میکنیم. attractive، جذاب، more attractive. اگه دقت بکنید attractive سه بخشه، attractive سه بخشیه. handsome دو بخشیه، میگیم more handsome. comfortable more comfortable. hardworking more hardworking. مثال his brother is handsome، برادرش خوش قیافه است، but he is more handsome. میتونستیم در ادامهش بگیم than his brother، اما اون خوش قیافه تره، more handsome. My sister is more hardworking than me. خواهرم سخت کوشتر از منه. پس برای کلماتی که بلندتر هستن، اکثر دو سیلابلی ها و همه سه سیلاب ها و بیشتر، مثل این صفت هایی که اینجا گفتیم، به جای اینکه بهشون ای آر اضافه بکنیم قبلشون یه more اضافه میکنیم. than همچنان همون than هست، مدل از فارسی. خب بریم سراغ superlative adjective ها. در مورد صفات برترین یا ترین یا superlative adjectives بالاتر گفتیم که est اضافه میکنیم. باز دوباره همون قانونی که برای صفت‌های ترین بود اینجا هم صادقه. est رو ما به کلمات تک سیلابلی یا یک بخشی اضافه میکنیم. tall the tallest، short the shortest، big the biggest، dark the darkest و thin the thinnest. اگه صفتمون بیشتر از یک بخش داشت، در واقع برای اون اکثر دو بخشی ها و تمام سه بخشی ها و چهار بخشی ها و بیشتر، ما the most اضافه میکنیم. the رو که اونجا هم داشتیم، اینجا فقط به جای اینکه est آخرش اضافه بکنیم most اضافه میکنیم. attractive the most attractive. handsome the most handsome. comfortable the most comfortable. hardworking the most hardworking. سخت کوش ترین، راحت ترین، خوش قیافه ترین، جذاب ترین. مثال My sister is the most attractive girl in our town. خواهرم جذاب ترین دختر شهرمونه. This chair is the most comfortable chair in this room. این صندلیه راحت ترین صندلی این اتاقه. Number 3. He is the most hardworking person I've ever met. اون سخت کوش ترین فردیه که من تا حالا دیدم. پس این هم از صفات ترین. بریم که یه جمع بندی بکنیم و استثناهاش رو هم بگیم و بعد بریم سراغ تمریناش. خب یه جمع بندی بکنیم دوستان. پس صفت هایی که تک سیلابی باشن، برای اینکه بخوایم صفت کمپراتیو یا مقایسه دو چیز یا صفت تر بسازیم، صفت رو بهش ای آر میدیم و بعدش هم یک than میاد. اگه بخوایم صفت برترین بسازیم یه the صفتمون و بعد est بهش اضافه میکنیم. برای صفت هایی که دو سیلاب یا بیشتر باشن، برای حالت مقایسه دو چیز یعنی صفت تر more به اضافه صفت به اضافه than، و اگه ترین بخوایم بسازیم the most به اضافه اون صفتمون. این جدول رو حتما برای خودتون یادداشت بکنید و مرورش بکنید و حتما سعی کنید که مثال‌های بیشتری با صفت‌های مختلف برای خودتون بنویسید. یک سری استثنا هم ما داریم که اونا رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ جدول استثناها، یه نکته دیگر هم من بگم خدمتتون، این که
یک سری از صفت‌ها موقعی که ER یا EST میگیرن دیکتهشون ممکنه یه مقدار دچار تغییر بشه. اونا هم اگه بخوایم براش قانون بگیم خب چند تا قانون حالا مختلف هست. فکر میکنم زیادی میشه و همین که اون صفت‌ها رو حفظ بکنید کافی هست. خب بریم سراغ جدول استثناها. یه سری استثنا داریم که حالت کمپراتیو و سوپرلاتیو صفت کلا تغییر میکنه. اینا رو دیگه قطعا باید حفظشون بکنیم. مثل good خوب، خوبتر یا بهتر میشه better، بهترین the best. bad worse، the worst. bad بدتر بدترین. much more the most، زیاد بیشتر بیشترین. far further یا farther، furthest یا farthest. بسته به اینکه far دور از لحاظ مکان یا زمان منظورمون باشه این حالت کامپراتیو و سوپرلاتیوش متفاوت میشه. دور دورتر دورترین. little less the least، کم کمتر کمترین. خب دوستان بریم سراغ تمرین ها. تمرین اول همونجور که میبینید درس 87 کتاب Essential Grammar in Use هست که داریم با هم دیگه کار میکنیم. تمرین اول گفته که حالت ترینشون رو بنویسید. Write the comparative. Heavy heavier، چون Y بوده Yمون تبدیل به I شده. Big bigger، یکم موقعی که ER میگیره double G میشه. Slow slower. Expensive more expensive، گرونتر. high higher. dangerous more dangerous. خب بریم سراغ تمرین بعدی. تمرین بعدی که داریم انجام میدیم از درس 88 کتاب هست. دو نفر آدم بریم کیت و بن و یک سری اطلاعات راجع بهشون. با توجه به این اطلاعات باید جمله سازی بکنیم. خب اول که کیت گفته I'm 26 سالمه. بن گفته I'm 24. پس جمله اولمون میشه Kate is older than Ben. اگه برعکسش رو بخوایم بگیم میگیم Ben is younger than Kate. Ben is a better swimmer than Kate. اینجا گفته که من تو شناگر خیلی خوبی نیستم. این گفته من شناگر خوبی هستم. پس میگیم Ben is a better swimmer، شناگر بهتر than Kate. جمله سوم گفته I'm 1 meter 68 tall. Ben گفته I'm 1 meter 63 tall. پس Kate is taller than Ben. اگه برعکسش رو بخوایم بگیم Ben is shorter than Kate. I start work at 8 o'clock. کارم ساعت 8 شروع میکنم. I start work at 8:30. Kate starts her work earlier، زودتر. Earlier than Ben، زودتر از Ben. اگه بخواستیم برعکسش رو بگیم میگفتیم Ben starts his work later than Kate. Number 5. I don't work very hard. I work very hard. پس جمله پنجممون میشه Ben works، کار میکنه، harder than Kate. Number 6. I don't have much money. خیلی پول ندارم. I have a lot of money. Ben پول زیادی داره. پس Ben has more money than Kate. Number 7. Kate is. خب 7 رو بخونیم. I'm a very good driver. I'm not a very good driver. Kate is a better driver. حواستون باشه که ما اینجا داریم دو نفر رو مقایسه میکنیم. پس همه صفت تر داریم استفاده میکنیم. ترین نداریم اینجا هنوز.
I'm not very patient. خیلی صبور نیستم. I'm very patient. Ben is more patient than Kate. I'm not a very good dancer. رقصنده خوبی نیستم. I'm a good dancer. رقصنده خوبی هستم. پس Ben is a better dancer than Kate. Kate گفته I'm very intelligent. خیلی باهوشم. I'm not very intelligent. پس میگیم Kate is more intelligent than Ben. Kate باهوشتر از Ben. I speak French very well. فرانسوی رو خیلی خوب صحبت میکنم. I don't speak French very well. پس Kate speaks French better than Ben. Kate صحبت میکنه. فرانسوی رو F نوشتم بهش. فرانسوی رو بهتر از Ben. I don't go to the cinema very much. زیاد نمیرم سینما. I go to the cinema a lot. پس Ben goes to the cinema. میره به سینما. More than Kate. بیشتر از Kate. Complete the sentences. Use a superlative. از superlative استفاده بکنید و این جملات رو کامل بکنید. This building is very old. این ساختمون خیلی کهنه است. It's the oldest building in the town. کهنه ترین قدیمی ترین ساختمون توی این شهر. کهنه ترین. Yeah? The oldest. It was a very happy day. It was the happiest day of my life. خوشحال ترین روز زندگیم بود. It's a very good film. It's the best film I've ever seen. بهترین فیلمی که تا حالا دیدم. حواستون باشه که good جزو صفتهای استثناء بود که ER یا more نمی گرفت یا EST یا most. تبدیل میشد به best, better, best. It's a very popular, she's a very popular singer. یک خواننده خیلی مشهوره یا محبوبه. She's the most popular singer in the country. مشهورترین یا محبوبترین خواننده توی کشور بوده. The most popular. It was a very bad mistake. اشتباه خیلی بدی بود. It was the worst mistake I've ever made. بدترین اشتباهی بود که تا حالا کردم. It's a very pretty village. روستای خیلی قشنگیه. It's the prettiest village I've ever seen. It was a very cold day. It was the coldest day of the year. He is a very boring person. آدم خیلی حوصله سربریه. He's the most boring person I've ever met. حوصله سربرترین آدمیه که تا حالا دیدم. خب به پایان این درس رسیدیم. درس هفتم از گرامر سطح 1. درس خیلی کاربردی و مفیدی هست. امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه این ویدیو. اگه مفید بود حتما لایک بکنید، کامنت بذارید که حمایت کرده باشید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. موفق باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.